الان فکر کنم هم صدام هست هم تصویر هست و نسبتا باید اوکی باشه همه چی. میخوام راجعش صحبت کنیم، راجع به اینکه چیکار میخوام بکنم دوباره. اون ویدیویی که قبلا گذاشته بودم خیلی وقت پیش بود و خب یکم سردرگم اینا بود، ولی خب اوکی، خیلی نکته خاصی نداره. اما الان دوباره سرگردونم و نمیدونم که میخوام چیکار کنم. ولی کلیتش اینه که وقتی اینجا چیزا رو داکیومنت میکنم جالبه و این پابلش کردنش هم جالبه. حالا من یکم استرس داره و اصلا نمیدونم کیه کسی که داره اینو میبینه، خیلی عجیبه که یک آدم رندوم اینو ببینه، ولی بودنش جالبه دیگه در هر صورت. و خب چیکار میکنیم حالا؟ کاری میکنیم اینه که یکم راجع به چیزا فکر می‌کنیم در حد 5 6 دقیقه و اینکه یه مسیری رو برمی‌گزینم. ببین چند تا مسئله تو زندگی خودم الان هست که دارم روی اونها فکر می‌کنم، کار می‌کنم یا هر چیزی، و مثلا میتونه فکر کردن به اونها یا همچین چیزی مثلا جالب باشه برام. و این مسئله ها چی ان؟ یکیش اینه که من یه زبون جدید دارم یاد میگیرم، تا یه حدی بلدم، خب اما مسئله ای که هست اینه که زبون یاد گرفتن کار سختیه حداقل برای من، و راستش خیلی هم دارم وقتی نمیذارم براش. و کلا یک مسئله مشکلی که دارم اینه که نمی‌دونم اسمش بشه کمالگرایی بوده چی، ولی تا وقتی یه رودمپ کاملی نداشته باشم خیلی دلم نمیکشه برم سمتش. ولی حالا چند تا کاری که دارم می‌کنم، میدونش یاد گرفتن زبونه، یه دونش عوض کردن کار یا مثلا بهتر کردن کار، یه همچین چیزیه که دنبال کار گشتنه، که این هم خیلی قسمت مهمیه چون در نهایت با اینا زندگی می‌کنم و مثلا مهمترین کاری که در واقع دارم می‌کنم تو طول روز و اینا. یه دونه هم وضعیت اجتماعیه که دارم با ملت پیش میرم و اون هم مثلا برام مهمه، چون به عنوان کسی که بیرونه و مثلا دوست داره با آدم‌ها دوست باشه، شهر دانشجویی طوریه که خیلی میرن میان و فلان و اینا، یکم مسئله است دیگه این قضیه. و برای برای هر کدوم از این قسمت‌ها قبلا راستش اوورتینکش کردم و یه فکرایی کردم و اینا، شاید خیلی جامد نبوده، خیلی هم داکیومنتش نکردم اینجا. ولی واسه زبان کلیتش اوکی ام. مشکلی که دارم اینه که اولا که گرامر رو خیلی درست بلد نیستم. یعنی اگر که مسلط‌تر باشم به گرامر، حس می‌کنم بیشتر هم خواهم فهمید. از این بابت که اولا که کجا دارم اشتباه می‌کنم، کجا دارم درست میرم، و اینکه بیسیک آروم باش، و اینکه بیسیک زبانم هست دیگه. یعنی در نهایت یه پوینتی از زبانی که بلد نباشید خوب نیست دیگه، حداقل اینجوری گفت. و یکی گرامر، یکی لزوما اسلنگ نه، ولی خیلی چیزای محاوره‌ای طور که تو روزمره به کار میره یا مثلا خیلی فرمال نیست و اینا. و خب اینم یکم بهتر بشه هم جالب دیگه، مثلا چون چیزایی که خیلی کاربرد داره یا دوباره استفاده کردنشون. و آخری هم چیزای استفاده نسبتا حرفه‌ای طورشه. خب اینکه خود این هم جالب دیگه، در نهایت بلد باشی خوبه. تو قسمت کار و زندگی و اینا، اول اینکه هندل کردن شغل فعلیمونه، یعنی همین کاری که الان دارم و بعد ببینم چیکار باید بکنم و چجوری میتونیم پیش ببریم این چیزا. و خود این نکته جالبیه دیگه. خب و دومیش هم اینه که کنار این باید ببینم چجوری میتونم کار جدید رو پیدا کنم و چه کارهایی باید بکنم، که این یه سری زیر مجموعه داره. این یه دونه هندل کردن بیزنس منیجرمه، اینکه چه کاری بکنم. اینم یه سری تاسکه که باید انجام بدم که سخت‌تر بشه، مثلا با هم دیل کردن یا هر چیز اینجوری. و برای جاب سیکینگ یا جستجوی کار هم چند تا کاره. یه دونه اینکه یه ریویوی رو خودم باید داشته باشم، اینکه ببینم کجا هستم و کجا میتونم برم این چیزا. یه دونه اینکه اون دیتابیسی که دارم و یه نگاهی بندازم و یه حواسم باشه که اصلا کدوم شرکت‌ها هستن، چجوری کار می‌کنن فلان و اینا. یه دونه هم خود اپلای کردنه و بعد از اون هم اون کارهای پسا اپلایه، یعنی این یکم زیر مجموعه‌اش زیاده. برای روابط اجتماعی هم یه سری آدم جدید دارن وارد میشن و خب خوبه که با اونا مثلا هماهنگ باشی و آدما رو پیدا کنی و فلان و بهمان. اما این نکته که داره اینه که تو اگه تو یک جمعی باشی که با اون جمع به اونها پیوندی، بالاتر دیگه می‌بینی. و از این طرفی هم چند تا چیز مختلفه. یه دونه کساییه که آردی باهاشون رابطه سفتی دارم که هومیان، یه دونه هولدیان، یه دونه هم نوبیه. خب اینا هم جمع اندی طبیعتا. و این ستا رو باید حواسش باشه. مثلا همونیا که خیلی فکر نمی‌کنن انرژی زیادی لازم باشه داشتیم بذاریم، در حد هفته یه بار هم که داریم میریم یا فلان و اینا باحاله. واسه نوبیا یه سری کمشون رو میتونیم اضافه کنیم به این هومیا، ولی باید حواسمون باشه که اولا که یکم دینامیک اینو خیلی بد نکنیم. یه دونه هم این که یه دینامیک اینو بد نکنیم و اینکه دینامیک اینو بد نکنیم، یعنی حواسم به دینامیک هم باشه. و همین. و قدیمی‌ها هم مثلا خیلی کسایی که خیلی باشون صمیمی نیستن، ولی این مثلا نیاز پلیتیک داره، مثلا نیاز یه فکر کردنی داره که مثلا با کدوم آدم‌ها نزدیک‌ترم، کدوم آدم‌ها خیلی نزدیک نیستم، کدوم آدم‌ها مثلا جالب‌ترن که مثلا بهشون نزدیک‌تر بشم، و کدوم آدم‌ها مثلا باشون نزدیک بودم ولی جالب نیست که خیلی باشون نزدیک بشم به دلایل متفاوتی. و همین. این الان تسکیه که کلاً تو این قسمت زندگیم دارم باش دیل می‌کنم، ولی کنار این کلی سایت تاسک میشه اسمش گذاشت یا نمی‌دونم هر چیز دیگه‌ای دارم تو مغزم هست، یا مثلا ایده میگیرم ازش و فلان و اینا. و آره مثلا اونها هم یه جایی هستن، یه جایی که یکم مسافت ذخیره کردن، ولی اوکی به کلی. سر همین، آره همین و خداحافظ.